تشریف آوردن اینجا و براشون مهم بوده که در حال مباحث براشون ارزشمند بود. خوب بود که خانم دکتر و آقای دکتر دلایل به وجود اومدن میان رشته‌ای خود بیشتر بازی کردن. من فکر می‌کنم که این دلایل خیلی مهمه که خب اصلا برای چی ما احساس نیاز می‌کنیم. درسته اشاراتی شما کردید و آقای دکتر اشاره کردید، ولی یه خود باید واضح‌تر این دلایل باید واضح‌تر عنوان بشه. من قبل از اینکه مطلبم رو ارائه بدم میخوام این مطلب رو بگم که اولا که خب خودتون میدونید کشورهای جهان رو کلا به 3 دسته تقسیم میکنن، جهان اول، دوم و سوم. ببینید ما باید جایگاه خودمون رو ببینیم که اصلا ما در کدوم جایگاه قرار داریم. میان رشته یا معمولا و مختص کشورهای پیشرفته است، یعنی کشورهای جهان اول. این که ما بیایم مسئله میان رشته‌ای رو مطرح کنیم، البته اون 4 موردی که آقای دکتر فرمودن به صورت تک رشته‌ای و فرارشته‌ای و چند رشته‌ای، اینا ببینید در کشورهای پیشرفته مطرح میشه. در کشورهای پیشرفته این نیاز ایجاد میشه و این نیاز هم خب میاد بر اساس شرایط روز میان این نیاز رو برآورده میکنن که همونطور که عنوانم کردن عزیزان، اینکه خب میان رشته‌ای یکی از این به اصطلاح عواملی که میتونه مشکلات رو حل بکنه. خب کشور ما نمیتونه که همزمان وقتی جایگاه‌های در اولین چیزی که انتقادی که من دارم که جایگاه‌های اصلی خود تک رشته‌ای هنوز نامشخصه. یعنی شما همین دانشگاه خودمون رو ببینید، دانشگاه دیگر رو ببینید، واقعا من خودم رشته‌ام روانشناسی تربیتی. به عنوان یک روانشناس تربیتی جایگاه من هنوز نامشخصه تو جامعه من. ببینید من لیسانسم چیز بوده، حالا مال من به قول من میان رشته، من لیسانسم کودکان استثنایی بوده، فوق لیسانسم کودکان استثنایی بوده، بعد اومدم حالا روانشناسی تربیتی خوندم. خب توی این 3 مورد که من انجام دادم جایگاه خودم به شخص میگم جایگاه من نامشخصه. من کار مشاوره کردم، کار درمان کردم، کار کودکان استثنایی کردم، یعنی همه جوره، یعنی یه آچار فرانسه بودم. خب این نشون میده که جایگاه خود تک رشته‌ای ها، این نکته منه، تک رشته‌ای ها هنوز در جامعه ما خیلی مشخص نیست. مثلا همونطور خودتون خواهم دکتر، من خب رشته‌های دیگه هم خوندم، یه فوق لیسانس زبان انگلیسی دارم، یه فوق لیسانس نقاشی دارم. خب اینا جایگاهشون مشخصه، نه والا مشخص نیست. من به صرف علاوه‌ای که به علم داشتم اومدم اینا رو انجام دادم. پس ببینید اولین مورد این که جایگاه تک رشته‌ای‌ها مشخص بشه. دوم این که همونطور که گفتم کشور ما، حالا ما بگیم جزو جهان دومه که کشور در حال توسعه هست، آیا الان این نیاز انقدر شدید شده که ما بخوایم به این مسئله بپردازیم؟ من ندارم که بیشتر بپردازیم به اون، یعنی خود تک رشته‌ای‌ها اول جایگاه اونا مشخص شه، بعد که جایگاه اونا مشخص شد، تک تک ما جامون مشخص شد، اون موقع بپردازیم به میان رشته‌ها. ولی اون چیزی که در کشورهای پیشرفته هست خوب بگم، شما اشاره کردین، من چند تا مورد رو اشاره بکنم که اصلا چرا میان رشته‌ای‌ها به وجود اومده. 4 مورده. یکی نوع نشانه شناسی نسبت به بحران مرزها، در اصل یه اعتراض به رویکردهای سنتیه که میخواد رویکردهای جدیدی رو با توجه به شرایطی که به وجود اومده ارائه بده. دومین مطلب، برنامه‌های معمول و مرسوم دانشگاهی دچار بحران شد و کارهای خودش رو از دست داده و در اون جامعه احساس میشه که ما باید یه کاری بکنیم، این دیگه این رشته‌ها پاسخگوی نیاز جامعه ما نیستش. مورد سوم، روالهای متعارف برنامه‌ریزی درسی دانشگاه رو به چالش میکشه و بحران برنامه درسی سنتی رو عیان و بیان میکنه. یعنی میان رشته‌ای وقتی میاد نشون میده که اصلا به درد نمیخورده. یعنی این به اصطلاح تک رشته‌ای‌هایی که بوده اصلا کارایی نداشته، یک کاراییش خیلی عالی نبوده. به خاطر همین اینم یکی از موردها. مورد چهارم، علامتی برای اعلام بحران ساختاری و نهادی در آموزش عالی. ساختاری مثل دپارتمانی دانشگاه‌ها ناکارآمدیشون رو نشون میده. این 4 موردایی هستش که در کشورهای پیشرفته مطرحه. ما باید ببینیم که در کشور ما آیا به این نقطه رسیدیم. علاوه بر این یکی از نکته‌های خیلی مهم هست، من وقتم هم با تموم بگیم دوباره من صحبت می‌کنم. 5 دقیقه صحبت تموم شد؟ نه هنوز 5 دقیقه شروعتون وقت. من وقت شما رو نگیرم، نمیشه که من بعدا دوباره 5 دقیقه خب باشه.
یه اصطلاح دیگه ای هست تحت عنوان Problem Oriented Learning، خب یعنی یا POL هست. این POL یادگیری مسئله مداره. یادگیری مسئله مدار یعنی چی؟ یعنی اینکه جامعه تغییر کرده که شما اشاره کرد، جامعه تغییر کرده، نیازها جدید شده، بر اساس نیازهای جدید ما باید بتونیم راه حل ارائه بدیم. یعنی یکی از مسائل بسیار ممکن میتونه تو هم فقط روانشناسی نباشه، تو بازار صنعت هست، تو بازار هنر هست، تو بازار سیاست هست. آقا سوالات جدید پیش اومده، مشکلات جدید پیش اومده، اینو بهش میگن POL که به اصطلاح مسئله مدار هست. باید بر اساس نیاز جامعه ما بتونیم مسائل رو حل کنیم. این ساختار در کشور پیشرفته اومدن اینا رو عنوان کردن. اگر وقتی بود من بعداً در رابطه با به اصطلاح زیرساخت‌های نظری و به اصطلاح این دیدگاه هم صحبت می‌کنم. تشکر. سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان. خیلی ممنون، مرسی که تشریف آوردید. ممنون